شخصی بود با نام دارقطنی عقب طالب علم و علما الحمدلله میشناسنش، نه که اکثر مردم نمیدونن. سنن الکبرا دارد، کتاب‌های زیاد دارد، بسیار محدثی بزرگ است، اما متاسفانه در مسئله صحیحین اندکی به خطا راه داد. موافق همو تعلیقات خود، موافق اصولی که پیش گرفته است، از میان صحیحین به زعم خود گویا که 210 حدیث ضعیف یافته است که از همین 210 حدیث 32 حدیثش متفق علیه است که هم بخاری و هم مسلم روایت کرده اند. 78 حدیث بخاری از بخاری است، 100 حدیث از صحیح مسلم. ابن حجر اسقلانی در هدی الساری، یعنی در مقدمه همین فتح الباری، تمام همین 210 حدیث هم میارد با دلیل حجت نادرست بدن قول دارقطنی را اثبات کرده است جوان مرد. البته او فرضی را که در ذمه امت اسلامی گذاشته شده بود که باید البته صحیح بخاری را شرحتاً ابن حجر اسقلانی ادا کرد، الحمدلله و المنه. دوم شرح بزرگترینش نزد ما احناف ما یکمش حساب میکنیم، عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری علامه بدرالدین عینی. بعضی از محققان واقعا عمدة القاری را از فتح الباری بالا گذاشتند به سبب بعضی عملهای بیشتر و زاییتر که هم از نظر نحوی و از دیگر نظرها هم شرح توضیحات بیشتر داده است علامه بدرالدین عینی. دیگر از کتب بزرگ معتبر ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری می باشد علامه شهاب الدین قسطلانی مصری و غیره و هکذاها کتاب ها هستند. علما میگویند از 59 تا 82 شرح کامل و شرح مختصر بر صحیح امام بخاری نوشته شده است. تصور بکنه کدام کتاب اینقدر تحقیق کردیان. ای بود شاید که این حجتی که من براتون میگم، این سند من برای شما بیان کرده استم کهنه شده باشد، زیرا عالما امروز هم قرار نیستند، امروز هم شرح توضیحات زیاد می نویسند. یک دو سه کتاب خواندم، مثلا در اونجا سخن درباره فیض الباری نمی رود، شرح صحیح بخاری فیض الباری انورشاه کشمیری عالم بزرگ هندوستان ایرا بیان نکردیان. پس از این معلوم میگرده که الحمدلله علمای عالم اسلام درباره صحیح بخاری تا حاضر کوشش غیرت و سعی تلاش به خرج داده ایستاده‌اند، شرح‌های خوب نوشته ایستاده‌اند و الحمدلله و المنه کسایی که میخواهند صحیح بخاری را کامل و مکمل درک کنند میتوانند که به همین شرح‌ها مراجعت کنند، زیرا تمامی چیزایی که میتونه در ذهن انسان شبهه بیارد، تمام کلمه‌های مجمل، کلمه‌هایی که مشکل فهم هستند، هم از لحاظ لغت هم از لحاظ مثلا معنا، همه یورا شرح توضیح دادن. این بود سخن چند درباره امام بخاری بزرگ و درباره صحیح امام بخاری و درباره شروح آن. من یک چند دقیقه را جدا کردم به خاطر چی؟ برای آن که با جوانان مراجعت کنم، با پدران که فرزند دارن مراجعت کنم که شما ببینه این درجه و منزلت امام بخاری با چی دریافت، با چی؟ با علم بود که بخاری را بخاری گردان. اما طلب علم بود که امروز شرق غرب همه امام بخاری میگویند. طلب علم بود که صحیحش در پایه و در حد نوشته است که بعدی قرآن عظیم شان بزرگترین کتاب است. حالی ما فقط در برای شرح‌های صحیح گفتیم. باور کنید اینجا سخن زیاد است، من نمیتونم همه او را برای شما بیان کنم زیرا وقت ما بسیار تنگ است، ضیق است. و الا در کتاب ها آمده است 29 شخص معروف و معتبر اسلامی بر صحیح بخاری حاشیه نوشتند. 16 شخص عالم معتبر مقدمه نوشتگیان بر صحیح هایی که چاپ میشوند، مقدمه 16 شخص معتبر. 15 بزرگ مرد صحیح بخاری را مختصر کردیان، یعنی حدیثایی را که تکرار میآیند تکرار را پرتوفتیان، فقط هم حدیثای یک بارش گرفتیان. این مرتبه و این منزلت به بخاری از کجا دست داد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خواب یک عالم بزرگ، یک مجتهد شافعی مذهب داخل میشود و میگوید که چرا کتاب من یعنی صحیح بخاری را درس نمیگویی و کتب فقهی شافعی را درس میگویی؟
همش به شرافت علم بود. برادرای عزیز، بخاری تا آخر از طلب علم باز نایستاده است، همیشه در طلب علم بود. از خردسالی تا کلام بزرگسالی همیشه در طلب علم بود. علم طلب میکرد. واقعا مرتبه و منزلت شخص میتواند که توسط طلب علم بیاید. مرتبه و منزلت عالم نسبت عابد همیشه بالاتر است. عابد کسی را میگن که دائم به عبادت مشغول است. حتی بعضی از عابدا است که سر از سجده الهی نمیبردارند، همیشه به ذکرند، همیشه به یاد خدا هستند. عابدای تاریخ یاد دارد که مردم را ترک کردند، دنیا را ترک گفتند، بیرون از شهرها و بیرون از دیهات در کوه نمیدونم در دشت ها و مرغزارها خیمه زده و به تنهایی به عبادت خدا مشغول هستند. ببینید مرتبه انم طالب علم اندک از مرتبه همو بالاتر است. امام ترمذی روایت میکند از ابو امامه باهلی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم: ذکر لرسول الله صلی الله علیه و سلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم. میگه در نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر دو مرد کردند، از دو شخص سوالش کردند که یکیش عالم است، دیگر عابد، فقط به عبادت مشغول. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است بر کمترین شما. انمی چقدره که من مرتبه و منزله دارم در پیش خدا و در جامعه نسبت کمترین شما از روی درجه و منزلت، عالم نسبت عابد انم قدر فضیلت دارد. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گردسد خشت است خود را ره کند. زیرا شیطان خشت طاعت میکنه، اگر دست خشت هم که مانی یک روز رخ نمیکنه، زیرا علم نداره. عابدی که علم نداره زود گمراه میشود. نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود. خواب عالم از عبادت بالا است. میگه چرا؟ علم دریای است به حد کنار، طالب علمند غواص بحار. این علم یک دریای به حد کنار است و طالبای این علم مثل یعنی غواصای هستند که لعل و یاقوت و مرجان از زیر آب در و مروارید و مرجان خارج میکنن. لعل و در و مروارید و مرجان چی است؟ یعنی علم است که به مردم علم آموزند، مردم از گمراهی نجات میدهند. دیروز در یک معرکه شش بودیم، یکی از شاگردامو روزه گرفته است. اگه بیچاره خودش طالب علم مسافر در معرکه تمام آوردگی محیا، اگه این روزدار است همه آش میزنن، آش پلو، این همه خاموش سرش خم. بعد دولت مراد جانشین من سوالش کرد که چی در دوری نمیخری؟ گفت روزدارم. گفتیم خدا جانی ترا مست کنه که تو مگر نمیدونی که در ایام منهیه روزه گرفتن درست نیست؟ آخه امروز روزی 12 ذوالحجه، تو حق نداری امروز روزه بگیری. ایام منهیه 5 روز هستند: عید رمضان، عید قربان و 3 روزی بعد عید قربان. این عادت داشته است روزای پنجشنبه روزه گرفتن. تیز آش بخور، در جان شیرین آش پلو زد. شب بعد شام دیدمش شاگرده وقتش چاق، هیچ خاک نیست. تو چی بخره دیگه؟ همون در ببینه رزق روزی را خدا براش مهیا کرده است، از روی نادانی و جاهلی همون را خچ محروم کرده است. ببینه این مرتبه و منزلت علم تا کدام درجه است. این عالمون نباشند، مردم راهنمایی و هدایت نکنند، گمراه میشوند. پس باید در طلب علم باشیم برادران، علم جستجو کنیم. علم فقط علم دینی نمیشود، همین علم دنیوی علم است. زیرا علم دنیوی باعث پیشرفتن جامعه می شود. علم دنیوی باعث نکو احوالی و سبک شدن زندگی مردم می گردد. از برای ثواب اگر همین تلفن اختراع نمی کردن چقدر مردم در عذاب بود. ما دانشجو بودیم، استودنت، در 82 میکرانیان در نزد یک بودکه تلفن می رفتیم 10-15 آدم نوبت استودیان.
تنگای دتینا میپرتوفتن و تلفن میکردن. حاضر دیگه خورد بزرگ کودک زن همه در دستاشو تلفن، هر وقت که جای بخواهن زنگ میزنن. البته این تلفن کمبودی ها دارد اما فایده و منفعتاش زیاد است. خدای نکرده یک جنازه شب میشد زمان پیش ماشین میفرستادن، آدم نمیافتن که بعضی خیش تبرو را خبر کنن. اولی چی تلفن میگیره در بین 5 دقیقه تمام خیش تبری میت دعوت میکنه به جنازه یا به امر خیر به کار خوش. همه توسط علم است برادران. به علم به جای نمیرسیم. از همین خاطر باز یک بار دیگه تاکید میکنم به جوانامون، طلبه های مکتب خاصتا دانشجوها که در ساعت درسی بسیار خواهش میکنم درستونم قدم بدونه، درستونم قدم بدونه. فضل العلم خیر من فضل العباده، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. امام طبرانی در اوسط و امام بازار در کشف الاسرار به اسناد حسن آورده است که فضل علم از فضل عبادت بالاتر است در پیش پروردگار. بعضی کارهایی هست که اگر همون علمی همون را ندونه به جای نمیرسه. بوینگ وقت باری اول آوردن تاجیکستان، یک پیلوت نمیآورن که بوینگ اداره کنه و پرونه. یک تاجیک مسلمان یافت نمیشه که همون بوینگ اداره کنه. با چندین هزار دلار شرطنامه بسته و یک پیلوت خارجی را سفارش کردن، گرفتن آوردن. عیب شرمندگی نیست؟ مملکتی که دولتی که الحمدلله صاحب استقلال است، 7 میلیون اهالی دارد، پیلوت نداشته باشه که یک بوینگ اداره کند. ما باید پیلوت همون زیاد باشد، انژینیر همون زیاد باشد، عالم همون زیاد باشد. باور کنید تا زمانی که علم از خود نمیکنیم پا فراختر گذاشته نمیتونیم. یک عمر منت شنوی دولت های غرب میمونیم. هر علم در جای خودش زیبنده است. واقعا اگر یک اپندیسیت شوه او را به خوندن نشوه، اپندیسیت باید ببری بگیریش. او را با علم حدیث نشوه چیکار میکنی در این حالت؟ اگر یک البته که قرآن و البته هم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به هم طلب علم دلالت کردیم که همون علم بخونه بآموزه. یک جراح لازم است که او را چاک کنه و خارجش بسازه همون جراحته. از همین خاطر باز یک بار دیگه تاکید میکنم برادرای عزیز، قسم به خدا من شما را دوست می‌دارم. قسم به خدا وقتی که من در مسجد جوانا را میبینم روحم بالیده میشود. از منبر پیغمبر گفتم. اما شما هم یک چیز بفهمید که مرتبه علم از مرتبه عبادت بالاتره. علم از خود کنید، برای عبادت علم ترک نکنید. همون نماز ان شاء الله این نماز جمعه را دیرو نکردی، درس تا ترک نکن. نماز پیشین ان شاء الله وقتی که اومدی میخونی، این خدای بزرگ هم اجر ثوابی خوندن نماز برات عطا میکنه، هم اجر ثوابی طلب علم. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه، رواه مسلم. امام مسلم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است هر کسی راهی را اختیار میکند برای طلب علم، خداوند راه جنت برای آسان میگرداند. از همین خاطر علم به آموزه، صاحب علم شید، صاحب معلومات شوید، دانشمند شوید. از شما عالمای بزرگ پا به عرصه هستی بگذارند تا ما افتخار کنیم که الحمدلله او پروفسور او شخص قوم مسجد ما است. اینایش عالم بزرگی که صدها کتاب دارد این قوم مسجد ما است. ما به شما افتخار میکنیم، شما افتخار مسجد میشوید، افتخار جامعه میگردید. اما اگر نکردیم، همه از درس دور گرفتیم، پدرها گفتن که خیلی فرزندم کلاش درسیه میره و کار میکنه، در سعی تلاش نافتیدن که همون فرزند تعلیمی باب تعلیمی کامل دهن، در اون صورت وای به حال ما که همه خیلی مستر بیچاره و درمانده باقی میمونیم. در آخر یک نظم را انشاءالله از مولوی روم براتون میخونم و بعد نماز جمعه را شروع میکنیم. مولوی میفرماید آن یک نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی با نمود آن حق پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. یک عالم صرف نحو عربی یک روز در دریای دجله میآید، در یک زورق میشیند. زورق نو در مابین رونده است که مراجعت میکنه که این مردک به همون علم خودش فخر میکنه.
زورقرون ملوح هم میگه که برادر علم نحو میدونی؟ گفت لا. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نه. گفت نیمی عمری تو شد بر فنا. نگاه کرد که میانه عمر است. بچه گفت نیمی عمر تا از دست دادی. تا به حال که علم نحو نه آموخته باشی وای به حالت. نیمی عمری تو به بهوده گذشت. دل شکسته گشت کشتیبان زیتاب، لیک آن دم ماند خاموش از جواب. دلش رنجیده چی بگه که ایره بخیر. باد کشتی را به گرداب فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هجدانی آشنا کردن بگو. قدرت خدای تعالی زورق اومد در یک گردباد غلطید، گرداب ده. ملوح با عالم نحو گفت که مردک آبازی را بتونی هجدانی آشنا کردن بگو. گفت نه از من تو سباحی مجو. گفت تو از عالم نحو آبازی میپرسی؟ من که جو میدونم من عالم نحوم. گفت نیمی عمر، گفت کل عمرته نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. نباشه گفت ما را نصف عمرمو برباد شده باشه ترا کل عمرت فنا شد. کشتی در گرداب غلطید، آبازی را کیرا تو دیگه هیچ علاج دیگه نداری. بعد حضرت نصیحت میکند. فقه نحو صرف در کمامت آمده یاری شگرف. هر یک علم به جای خودش زیبنده، هر یک علم در موضع خودش زیبنده. عالم باشه که علم تفتازانی را داشته باشه، سعد دین تفتازانی را، نه که وقتی که زنش فرزند کرد به هم یک گهواره اساس کن محتاج می شود. تا زمان هم گهواره را راست نکنن نه تنش از کجا پیداش بکنن. از همین خاطر طلب کردن علم، هم علم دینی هم علم دنیوی، به نهایت برای ما مهم است. جوانای عزیز بسیار التماس میکنم بخوانه درساتونه، درس از خود کنه با افتخار، با سری بلند، با آبرو و عزت. من میخوام که تمام علما، تمام دانشمندا، تمام طلبه های فعال مکتب همون نمازخانه باشن. انشالله این نمازخانه ما همین امکان دارن. بعد با افتخار وقتی سوالش میکنن که برادر این مرتبه و منزلت از کجا یافتی که تو پروفسور علمی تیپ شدی؟ بگه که از مسجد، از نماز یافتم. نمازم میخوندم، از خدای تعالی طلب میکردم، خداوند دادم. ببینه ایش یک تبلیغی میشود برای نماز، یک تبلیغی میشود برای اسلام. پروردگار و صحبت مون صحبت معاصر گردان. خداوند روح امام بخاری و روح علمای علم حدیث و علمای علم فقه و دیگر علمای بزرگ اسلامی را شاد و مسرور و خشنود و راضی گردان از صحبت امروزه. و پروردگار مساعدت فرما که مردم مسلمان ما چنگ به علم و دانش زده و از میان خود، از جگر خود فرزندان برومند صالح عالم مثل بخاری و مثل سینا و مثل بیرونی و مثل عطار و مثل دیگر بزرگانی که امروز عالم اسلام حتی که تمام جهان با نام اونها افتخار دارد خارج سازند. خداوند طاعت مون به درگاهت قبول و مقبول ساز و روزی شریف جمعه و این نماز از برای جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.